سلام. داستان از اونجایی شروع میشه که بنیامین از سر کار پنجشنبه اومد و گفت دلم میخواد برم توی جنگل کم کنیم و اینکه چادر نداشتیم. سریع رفتیم یه جای پیدا کردیم، یه چادر دم دستی فعلا گرفتیم تا استارت سفرمون بخوره. میدونین اینجا هم خوشحالم هم یه خورده فوبیای ترس از جنگل دارم و اولین بارم که میخوام این تجربه رو حس کنم، ولی چون بنیامین کنارمه زیاد نگرانی ندارم. ولی اینم از فلکس ما شکست، دستش افتاد شکست از سرت. اندازه سرتش هی باشه ما خوشگل صحنه یه ما داریم میبینیم بس. وقتی بایستادی که اون چه خجالتی کشی دختره نگاش کسی چی ما نگاه میکنه. نه قف کرده آخه. خب ما رسیدیم به جنگلای عباس آباد، داریم میریم یه جای خفن رو پیدا بکنیم که تا صبح راحت باشیم. خب بچه ما اینجا پیدا کردیم برای کم کردنمون، بریم چادر رو مادر رو ببریم بذاریم بعد بریم بقیه وسایل رو ببریم کنار رودخونه. آوردیم یعنی قشنگ. نه خب بهش میندازیم زیرمون دو سه تا سنگا در بیاد. آره والا. آها نمی‌تونیم باید باز کنیم اینا رو. پنجره اونم باید باز کنیم، باید باز کنیم هوا بچرخه درستش میکنم. خب اینم بندازیم میگی؟ آره اینم باید درستش کنم الان زیرمون کج کلاس. کلا باید بیرون بشیم. الان پنجره رو وا کنم. بذارم پنجره رو وا کنم. الان چی میگی؟ آره. خب از اونجایی که من وسواسیم و برنج زیاد میشورم، با این بطری آبایی که از خونه آوردیم چون اونجا آب خوردنی نداشت و خوب شد که این آبا رو برداشتیم، با این برنج شستم و تا آماده بشه بره برای پختن. اونو دخترم دارم. سلام مامان. به مال کباب تو جنگل شنبه چه کردم یادگان برامون.
خوشا بزرگ مال تو آره دوباره میکشی دیگه. دستت سلامت. لارا خانم کجا اومدی؟ جنگلی شده. ما تازه رسیدیم هنوز همه وسایلمون رو پهن نکردیم درست بسته است بیشتر بشه. بعد باز کنیم. فعلا گوشم. آره اول غذا بخوریم خیلی تو راه بودیم. جنگل که باشی. چی میگن اینا؟ بسم الله الرحمن لارا چی میگه دوستت؟ اینجا یه مرحله باید کمکم کن جان چیکار کنم بابا؟ چی آوردی؟ چیه؟ یخ داریم. از خونه آوردی یخو؟ تو اینجا یخ رو زنده نگه داشتی؟ سپاسه میکردم. خب نوبتی هم باشه نوبت غذا دادن به این هاپوی خوشگل دوست داشتنیه. نوش جونت عزیزم. خب عشقا اینجا هم صبح زود شد و بریم بگیریم بخوابیم که فردا یه روز عالی رو در پیش داشته باشیم. اینجا هم که دیگه صبح شد صبحونه رو زدیم و بریم یه ذره آب تنی کنیم و برگردیم به سمت تهران. یو جنگل منگل بیا بریم از جنگل منگل. نه از ساعت میگه. خب عشق اینجا هم که دیدین ساعت 12 بود و تصمیم گرفتیم که برگردیم ولی چون جمعه بود ترافیک شدید خوردیم و 8 ساعت تو راه بودیم. اینجا هم گرما داشتیم هلاک می شدیم. اینو زدیم به سلامتی همدیگه. بچه‌ها جونم مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی و اینکه خوشحال میشم سابسکرایبمون کنید، لایک کنید و برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.